چی زن تو کنی رگم تو باشه بریش مردگه و مردگه ها فکرت باشه که بیایی مزدت خواهی بکنی از من میفهمی یا نه تو چطور بیادر دو دشنامه از طریق تیک تاک کت ما شروع کردی که باش با کت میراغا داخل شد تو خود مردگه وستی و کنی مردگه خوارت برم نداده بودی کرم دمی کنی خوارت حالا پیشیمان شدی زن تو کنی رگم مزدت خواهی که اگه نه فهمیدی بیایم فهمیدی باز سوارت میشم پیش روی زنت سوارت میشم حاجت به دیگه جایم نیست روز یک تا ویدیو هم بالا میکنم که زنت هم ببینه خوارت هم ببینه در کانادا و نصر نادری دمی دانت سک شاشه کنم ما هم شاشه کنم شما کلتان استازا دارید شما بیناموسای خرای گوخور زنمی کلت اگم از میکسد زنمی یک لگتان اگم شما مردمایی که تبلیغات زراگی میکنید در خیاب اسلام تبلیغات میکنید دمی دانتان شاشه کنم شما کلتان کافراست انگلیساست در دانتان سک شاشه کنم چطور با علمای دین به پیغمبراش توهین میکنید در دانتان سک شاشه کنه روزتان تیر شده شما خرای گو خور که در افغانستان میگشتی گو خورده میگشتی حضرت علی بود دان تو هفتی حضرت علی بهترین یک انسان است در بین پیغمبرها که داماد رسول مقبول چطور توهین میکنید در دانت شاشه کنم تو کافر لعین تو خلیفه داری شما بیناموسات زن نمی کلتان اگوین بر تعدادی کسی در اروپا سید در آسیا سید در افریقا سید در امریکا سید در دانتان شاشه کنم بر تعدادی کسی شما کافرهای لعینه شما بیناموسات در دانتان خر شاشه کنه دیگه پیغمبرها بگو توهین دیگه تبلیغات زراگی نکنه که آمدم کلتان در هر کشور کسی کلتان دیسکورد میکنم دکنتان چوب زده شما خرای گو خوراره میلیونتان که باشد کلتان دیسکورد میکنم از خارج هر کشوری که باشید دمی دانتان شاشه کنه دکنتان چوب زده دیگه خب تبلیغات زراگی نکنید در پشت پرده اسلام در دان شما سگا سگ شاشه کنه شما خرای گو خوره نام علمای دین دیگه نگیره که دانتان مردم پاره میکنه نام پیغمبرها دیگه سر زبانتان نگیره شما کافرهای لعینای انگلیس ها شما چی بود نامش؟ صدیق نادری تو صدیق نادری رو خب میفهم تو خر بیشرف خر گوخوره چطوری تو تبلیغات زراگی میکنی؟ از افغانستان برآمدی رفتی در کدام کشور؟ نصرای نادری مثل تو نواره بر تعداد کس دمی دانش شاشه کنم از تو شروع کنم دیگه خط تبلیغات زراگی نکنی تو در کدام کشور هستی؟ کی خمتر مردم با قرادت گپ میزنی با پیغمبرها توهین میکنی و پشت پرده بزد اسلام تبلیغ میکنی دیگه نفس صدایت نشنم از طریق پرده تلویزیون یا ویدیو که